یاد خدا خلیل محمدی هستم، مربی تیم شریف اسپورت. الحمدلله تیم ما قبل از بازی ها آمادگی کامل خود داره و ما با یک آمادگی برنامه منسجم آماده لیگ برتر کابل هستیم. سال قبل که بود ما از بازیکن‌های با تجربه تر استفاده کردیم. امسال خوشبختانه بازیکن‌های جوان داریم در ترکیب خود و کوشش کردیم از بازیکن‌های جوان و تجربه جدید کسب کنیم و یک تیم ساختیم که انشالله بتونیم قهرمان شویم. از جمله بازیکن‌های ما کیپر ما ماشاءالله عبادالله جان خیلی خوب است و مجید جان خوب است، عزیز خوب است. اینا کسایی هستند که هم تجربه منتخب داشتن و هم تجربه تیم ملی داشتن و همچنان تجربه تورنمنت‌های سطح بالای کابل داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادالله علی هستم، بازیکن تیم شریف اسپورت و مدت 7 سال است که ورزش فوتسال میکنم. آمادگی خوب گرفتیم. بچه‌ها پارسال یک ذره تیم ما نظر به بازیکن خیلی ضعیف بودیم. امسال بازیکن‌های زیاد گرفتیم و توکل به خدا ان شاء الله آمادگی داریم که ان شاء الله بخیر صعود کنیم به لیگ الفزونا. ترکیب خوبه، نام خدا بازیکنایی داریم که هیچ کس بازیکنای چی نیست که در پشت خط بشینن. داریم بازیکن‌ها کلا سراسر بچه‌ها آماده است، همگی در ترکیب وجود داره. به نام خدا عیسی حسینی هستم، بازیکن شریف اسپورت. یگان 5 سال میشه فوتبال بازی میکنم و یک 3 ماه هست که در تیم جدید پیوستم. بسیار تیم با نظم و با ترتیبیه، خدا رو شکر، و چندین هفته که داریم تمرین میکنیم گروهی و فردی که برای مسابقات آماده شیم. سال قبل بازی‌ها را دنبال می‌کردیم، سال قبل خوب بود، این سال خیلی بهتر شده کلی تیم‌ها. امیدوارم که بهترین نتیجه رو بگیریم برای تیم.